ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، این برنامه نو است. میخوایم یک سلسله برنامه درباره نامهای زیبا و نامهای نکوی الله سبحانه و تعالی باشد. سال گذشته در ماه شریف رمضان یک سلسله برنامه درباره پاکسازی قلب صحبت کرده بودیم و انشاءالله قدوم ماه شریف رمضان و ماه مبارک رمضان نزدیک شده ایستاده است. میخواهیم در این ماه مبارک رمضان درباره زیباترین نامهای الله سبحانه و تعالی صحبت کرده باشیم، تا اینکه ما و شما پروردگار خود و معبود برحق یگانه الله یگانه را، خالق ما و شما و رازق ما و شما، نگاه دارنده ما و شما را شناخته باشیم، بیشتر و بیشتر شناخته باشیم. تصور کنید چقدر امروز ما و شما نیاز به الله داریم، چقدر امروز مخصوصا در این لحظه ها، در این عصر، امت اسلامی به الله نیاز دارد. این امتی که امروز مصیبت بالای مصیبت، وزنینی ها بالای وزنینی ها را چشیده ایستاده است. امروز ما و شما از دیگر زمان ها و از دیگر روزها دیده بیشتر به الله نیاز داریم. بیایید در این برنامه کوشش کنیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی را با طریق نامهای زیبایش، اسماء الله الحسنى، شناس شویم. این نامهای زیبای الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ذکر شده است و این نامهای زیبای الله تعالی در احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. تصور کنید انسان وقتی یک ترجمه حال یکی از بزرگان را میخواند، یا انسان وقتی ترجمه حیات یکی از پیامبران را میخواند، چقدر لذت و حلاوت میبرد. و مخصوصا سیرت مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را بخواند و به پیامبر صلی الله علیه و سلم شناسایی پیدا کند، چقدر لذت و حلاوت میبرد. اکنون تصور کنید از همه علم بهترین و از همه معرفت بهترین و از همه شناخت بهترین و پرلذتترین این شناسایی با الله و نامهای زیبا و نکوی الله است. نامهای الله سبحانه و تعالی همه زیبا اند، نامهای الله سبحانه و تعالی همه نکو هستند. بیایید در این برنامه کوتاه به الله سبحانه و تعالی از طریق نامهایش شناس شویم. و این برنامه و این سخنهایی که بنده میکنم همه پرتقصیر است و نمیتوانم تمام زیباگی هایی که نامهای الله سبحانه و تعالی آن را دارد با این کلمات عاجزانه من آن را به شما تصویر کرده نمیتوانم البته، ولی شکر میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را به این برنامه موفق گردانید. نفرهایی هستند که یک مخلوقی که مثل خودشان از خاک آفریده شده است مدح و ثنا و تعریف میکنند. بیایید ما و شما الله سبحانه و تعالی سازنده و خالق یکتا را مدح و ثنا کنیم و او سزاوار مدح و ثنا است. واقعا الله سبحانه و تعالی. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در حدیث مبارک خود میفرمایند: تعرف الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگویند: ای عباس، تو پروردگارت را در حالت فراخی، در حالتی که آرام هستی، در حالتی که فراهم است همه چی، یعنی در حالت شدت نه، در حالت سبکی به الله سبحانه و تعالی نزدیک شو و شناسایی پیدا کن. الله سبحانه و تعالی همراه تو می شود وقتی تو در حالت شدت می شوی. چقدر خوب است بنده در حالت وزنینی نیو
بسیاری اکثریت بنده ها وقت حالت وزنینی و مصیبت میبیاید بالای سرشان به الله سبحانه و تعالی نزدیک میشوند. بیایید ما و شما در حالت سبکی، در حالت فراهمی به الله سبحانه و تعالی نزدیک شویم و شناسایی پیدا کنیم. البته الله سبحانه و تعالی در همه حالت بنده‌اش را دوست می‌دارد که بنده‌اش به الله سبحانه و تعالی مناجات کند و با نامهایش، نامهای نکو و نامهای زیبا الله سبحانه و تعالی دعا کند الله سبحانه و تعالی را. ولی در حالت سبکی انسان وقتی پروردگارش را میشناسد و به پروردگارش نزدیک میشود، همیشه الله سبحانه و تعالی در حالت وزنین، چنین بنده را الله در حالت وزنینیش تنها نمیگذارد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود، حدیثی که متفق علیه امام بخاری و امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده‌اند، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. یا الله، یعنی الله دارای 99 اسم است، یعنی الله 99 نام دارد. 100 الا واحدا، 100 نام مگر یک، یعنی 99 تأکید کرده ایسالام پیامبر صلی الله علیه وسلم در دوام حدیث. من احصاها دخل الجنه. یا الله، کسی او را حفظ کند وارد جنت می شود. این بشارت و این وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینید و انشالله در کلمه احصاها یعنی احصا کند، یعنی حفظ کند، انشالله معنایش را و شرطهایش را بیان خواهیم کرد، انشالله بیان میکنیم. و 99 اسم. بیایید در این حدیث یک چند توقف ها از این حدیث عبرت ها برای خود بگیریم. اولین تأمل ما و شما و اولین توقف ما و شما در 99 است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث 99 نام دارد گفتند، یعنی 100 مگر یک، 99 نام دارد گفتند. آیا الله سبحانه و تعالی 99 نام دارد، از این بیشتر زیادتر ندارد؟ نه، الله سبحانه و تعالی بیشتر از 99 نام دارد. تمام علما اتفاق کردند که الله سبحانه و تعالی بیشتر و زیادتر از نامهای الله سبحانه و تعالی، چنانکه که الله در آیات‌های قرآن کریم در چندین جایها تأکید کرده است. الله می‌فرماید: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. یعنی الله میگوید بگو که ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تمام آبهای بحرها رنگ شوند، تمام آبهای بحر، تصور کنید چقدر آبهای بحر در روی زمین زیاد است. اگر میگوید الله تمام بحرها، مقصد از بحر تمام اقیانوس و تمام آبی که در روی زمین است همه اش رنگ شوند و تمام درختها قلم شوند و با آن ما و شما نویسیم، سخنهای الله سبحانه و تعالی را نویسیم، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تمام این رنگ ها، آب ها تمام می شود ولی سخنهای الله تمام نمی شود. می گوید الله و گرچنده که باز بیشتر، باز زیادتر کنیم، در بعضی آیات های دیگر باز 7 مراتب بیشتر کنیم، هم سخنهای الله تمام نمی شود. آنها همه تمام می شوند ولی سخنهای الله تمام نمی شود. اکنون تصور کنید سخنهای الله تمام نمی شود، چگونه باشد نامها و صفاتهای زیبا و نکوی الله سبحانه و تعالی. بنابراین در حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیثی که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده اند، پیامبر صلی الله علیه و سلم پروردگارشان را مناجات کرده، ندا کرده، دعا کرده، گفتند: اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به فی علم الغیب عندك. پیامبر یعنی در این حدیث میگویند پروردگارا، با تمام نامهایی که تو دارا هستی، نامهای نکو، نامهای زیبا
که تو دارای آن هستی، من تو را با آن دعا و مناجات میکنم. آن نامی که الله سبحانه و تعالی تو خودت را با آن نامگذاری کرده، یا آن نامهایی که در قرآن کریم خودت آن را ذکر کرده. در قرآن کریم آمده است الرحمن الرحیم، الغفور، الرازق، الرزاق، ذو القوة المتین. آن نامهایی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ذکر کرده است. او علمته احد من خلقک، یا یکی از بندگانت را داناندی، پیامبر صلی الله علیه و سلم را، یا یکی از پیامبران انبیا را. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اینکه پیامبر در آخر حدیث میگویند یا اینکه در علم غیب در نزد خودت افضل و بهتر دانستی و آن را به یگان نفر نگفتی، تو خودت دانا هستی به آن نام. یعنی نام های الله سبحانه و تعالی بیشتر و بیشتر و زیادتر از 99 است. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما گفته ایستادن که اگر تو 99 تاش را حفظ کنی، انشاءالله وارد جنت میشی و این فضیلت الله سبحانه و تعالی است. خب مسئله دوم یا تأمل دوم در زیر این حدیث یا فایده‌ای که ما از این احادیث میگیریم، چنانه که اهل علم گفته‌اند نام‌های الله سبحانه و تعالی توقیفی اند. معنای توقیفی چی است؟ معنای توقیفی یعنی بجز الله سبحانه و تعالی دیگر یگان نفر به الله نام گذاشتن نمیتواند. همه آن نام‌هایی که در قرآن کریم آمده است و در احادیث صحیح ذکر شده است همچون نام الله، ما آن را نامگذاری کرده میتوانیم و از پیش خود یگان نفر با الله نام گذاشتن نمیتواند. نه یگان عالم و نه یگان دانشمند، یگان نفر از پیش خود گفته نمیتواند که نام الله فلان است. نام الله را ما از طریق قرآن کریم و از طریق احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم دانسته میتوانیم. مثلا یک نفر گفته نمیتواند که الله این کائنات را، این کون را، زمین و آسمان را آفریده است، ساخته است، بنابراین الله چقدر مهندسی بزرگ است. این را نعوذ بالله گفته نمیتواند. یعنی انسانی که یک بنا را میسازد مهندس مینامند و الله سبحانه و تعالی این کائنات را، این کون و ما و شما را آفریده است. ما گفته نمیتوانیم که الله مهندسی بهترین و بزرگترین است، زیرا اینکه در قرآن کریم و در احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین نام ذکر نشده است. و مسئله سیوم، بعضی از نامهای الله مخصوص الله است. ما فرزندانمان را یا یگان نفر فرزندش را یا خودش را با آن نام نامگذاری کردنش جایز نیست و درست نیست. مثلا ما و شما بعضی ها را میبینیم که رحمان میگویند، نامش اصلا عبدالرحمن است، مردم چی میگویند؟ رحمان میگویند. بنابراین درست نیست و جایز نیست که این اسم خاص الله را ما چیکار کنیم؟ به بنده گذاریم. حتی مسیلمه کذاب، یک نفری که دعوت پیامبری کرده بود، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوای پیامبری کرده بود، خودش را رحمان نامگذاری کرد و الله سبحانه و تعالی خوار و ذلیلش گرداند و در آخر کشته شد. بنابراین هر نفری که نام رحمان یا بعضی نفرها قادر میگویند، نامش اصلا عبدالقادر است، قادر میگویند، یا و غیره و غیره، رزاق و دیگر، یعنی نامهای مخصوص الله ما و شما نمیتونیم خدامان را یا فرزندانمان را با آن نامگذاری کنیم. بنابراین بسیار سخت آگاه باشید. وقتی یک نفر را دیدید که نامش رحمان است یا رحمان میگویند، رحمان نگویید، عبدالرحمن، بنده رحمان، یعنی بنده الله سبحانه و تعالی. این سیومین مسئله بود. اکنون بیایید درباره حفظ، چنانه که در آخر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که آن را حفظ کند داخل جنت. معنای حفظ، علما درباره حفظ یک چند شرح ها گفتند. حفظ به معنای همتون حفظ کردن یا اذیت کردن نیست، گرچند که بعضی نفرها گفتند که همتون گویا کورکورانه اذیت کند وارد جنت میشود. نه، این طور نیست. یک نفر 99 نامه های الله را حفظ میکند و میگوید من معنایش را نفهمیده
درک نکرده میگوید من انشالله داخل جنت میشم. نه، چنین نیست. شرط حفظ کردن 3 شرط دارد، مختصرا 3 شرط دارد. یکمش از یاد میکنیم، 99 نامهای الله را از یاد میکنیم. دومش معناهای آن را سرفهم میرویم، یعنی رحمان چی است، رحیم چی است، غفور و غفار چی است. همه نامهایی که انشاءالله ذکر خواهیم کرد آنها را به معنایش سرفهم رفته درک میکنیم. و سیومین شرطش این با همون نامهای زیبای الله را دعا میکنیم. چنانه که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 18 فرموده است ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله میفرماید الله دارای زیباترین نام هاست. فادعوه بها، پس او را با آن نامهایش، نامهای زیبایش و نکویش دعا کنید. ما و شما انشاءالله این ماه مبارک رمضان فرصت است، انشاءالله به الله سبحانه و تعالی با این نامهای زیبا و نکویش شناسایی پیدا میکنیم و چقدر بهترین و خوبترین نامها است. بنده ایمانش صیقل می‌یابد و بنده به الله سبحانه و تعالی نزدیک میشود. و دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این مصیبت هایی که داریم و از این وزنینی هایی که داریم الله سبحانه و تعالی نجاتمان دهد. و الله سبحانه و تعالی را دعا کنیم در این ماه آمده ایستاده، ماه مبارک، و در هر شب ها مخصوصا در این ماه مبارک رمضان دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی امت اسلامی را، امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، امتی محمد صلی الله علیه و سلم را از این ورطه و از این مشکلی و از این وزنینی نجات بخشد. الله سبحانه و تعالی برادران ما و شما، آن برادران مظلومی که در غزه، در فلسطین قرار دارند، در یک محاصره غیر انسانی قرار دارند و هر روز صدها و دهها شهید گشته ایستاده‌اند، الله سبحانه و تعالی آنها را نجات بدهد و نصرت و پیروزی خود را نازل بفرماید. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.